шунавандаҳои азиз, ҳоло аз хони эҷоди нависандаи навҷӯю боистеъдод Сипеҳр Абуабдуллоҳи Ҳасанзод ҳикояҳоро бишнавед. ровӣ устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон профессор Умар Сафар. ترنه‌های مسافر. صباحی گرسیورز، مردی میان عمری خانفربه و نگاهش با وقار و نظر بلند و موی سرش سیاهی بالا شانه زده، ابروانی سیر عمل، شکمی سل دمیده، بینی پهن و روی لبش به شکل خال موی لبچه‌دار زمان حافظی نامدار بود. هواداران آواز فارمش او را به مراسم‌های خرسندی ماشین سوار می بردند و پس از توی همان زیر به پای افزارش گرد نرسیده به صحن حولیش آورده می فرآوردند. اخلاصمندان راهدوری جویای این اندیشه می آمدند که هنرمند آوازدار حرف اخلاصشان را نپسندد هم از کرنچی یک پوف مدعایشان را می گویند که سودایشان که نپخت می روند به سراغ آوازخانه دیگری. حافظ هر آینه به استقبال طلبگارانش نمی شتافت و با مراعات صدقه قدمهایتان شوم نمی گفت. اولا پسری کلانی به نیت درک افزای روانی پدر به حجره‌اش سرخسته از تشریف مهمانان خبر می رساند و خیلت رخرخش را می آورد و به کتفانش می پرتافت. بعد به هوای تازه برآمده به کرسی راحتی که در گوشه دالان می ایستاد هوا بلندانه پشت پرتافته سکوت می ورزید. نیازمند بودن کار افتاده ها را شنیده پشتی سرش را خارخاران نفسی بد بلای جان وقتی محدود فرموده های بیشمار مخلصان و تنهایی شبانه زنش را عذر پیش می آورد. دمی که وکالتدار توی مطلبی او را می پذیرفت حافظ دندانهای طلایش را لیسیده به دور لبانش خنده می دوید. هینی گوسل می گفت که خدا شاهد بزم رو با فلک دشتی یا راغی آغازیده فریاد مرغلدارش سرسری کوه و یاله ها لرزه می افکند. گلبدنهای طاووس خرام همگونی غزالان سرمست روی قالین‌های مخملین چنان می چرخند و می بازند که یکایک تسخیر می شوند. از جاذبه آواز خدادادش هی فخر می کرد حافظ. بار مرد ناشناس منزل زیست حافظ را کافته به درگاه او می آید و شرطی عروس شونده را عیناً می رساند. به نام الله تعالی قسم که اگر در تویم صباحی گرسیوز فلکی نخواند شوهر نمی کنم. با شنیدن توصیفش حافظ ده چند باد گرفته خود را هنرمندی ناتکرار عالم سنت شماریده ناز و نوزش به فلک دکه می زند. تا لحظه دیدار بینی با حافظ همسایه کار افتاده را دیده می پرسد که این کار تا قبول قانون تنظیم بود دختردارها چه فرمودند؟ در پاسخ بشنید 1 گاو 2 گوسفند 20 کیلو روغن 15 کیلو برنج 2 خلطه آرد 7-8 کیلویی قند و ایریس و شکلات 3 جفتی کلوش و توفلی 3 روی مال ژاپنی برای عروس 9 عدد لباسواری هر رنگه برای مادر و خاله اپا و خواهر اما سونهار خردی دختری تقا زنی امک و مانند این. پیش از نکاح شرعی حق دوگانه های عروس را از یاد می دانند. بابای ارجمندش را فراموش کردیم. جلک علاچه و جامه مشک زعفران با محسی و کلوش هدیه برای اوست.
سالیان از دسترخوان همسایه ها نان و نمک خورده، آش مرد به مرد قرض، چاروا ذوب کرده به مردم شوربا و آش ندهند، بعضی‌ها در غیبش پس همت بوده است میگویند. مبادا برای ساکنان ده گوشت گاو کمی میکرد، از این و آن قرض گرفته در حال رفته از رسته قصابان گوسفند یا بوز خریده می آوردند. البته صاحبان دختر مهر یعنی حق شیر را خواه و ناخواه پناهی از دوست و دشمن حتما میرویانند. کسی نمی پرسد که این مقدار چیز چاره را بچه‌دار بیچاره از کجا به پیدا می آورد. روای آدمان در خانه تویدار 3 شب و 3 روز و حتی زیادتر ادامه می یافت. چون این معرکه آرایی به یک عنعنه معمولی تبدیل یافته بود. آن زمان قهرمان مادران از حساب امتیاز پولی برای همین روزی خاطرمان پسنداز می گذاشتند. مرد کار افتاده افزود که بعد پسر کلانی دادرانش در نوبتند. با معاش ناچیز روزگار خانواده‌اش را به زور پیش می برد. حیران است که آینده آنها را چطور از کدام حساب خانه آباد می کند. والدان شکم سیری غذا نخورده و سر و لباس درست نپوشیده به گفت از نواله دهان اهل خانواده کنده با صد عذاب و مشقت پول و مال غون می آوردند. بعضی سالمندان توی جگربندان را ندیده از دنیا آرمانی می رفتند. خوب اینش که درد بخیر، هوا و هوس دختران یکرو سرباری. بیروی خاطری در چینک عدل و انصاف حافظ دستمزد حلالش را بگیرد و بزم عروسی را با یک آبروی محمدی گذراند تا نفس باقی است، نیکیش را فراموش نمی سازند. صباحی گرسیوز خاموش ماند، ولی این سکوتی نارضایی بود که رفته رفته خشونت زاد. یا به گپی فرزندش چندان اعتبار نداد و یا بزرگمنشی خیالش را پریشید که با ماهیت مسئله درست فرفهم نرفت. نه، دروغگویی تاریکی ایمان است. فهمید که با آستان خانه‌اش آدمی کیسه خالی قدم نهاده است. نگاهش به سقف پسخند زد. انگار پل مثل علف بهاری به صحرا می روید و آدمان داست درو کرده درزه بسته پشتواره به خانه می آورند یا با مثل سواره از پیاده یاد نمی کند. با دست رومال قطره های عرق بالای بینیش را دمادم برچیده گفت که انتظار بشیند، به تأخیر می آید. فرزان از جوان خیلت سبزگونه پدر را بیرون آورده به تنش پوشاند. سرابان خانه تکدک نهالان سر و مجنون بید باغش گردش خورده در ارغنچک زنجیردار به 2 تخته بیتانی نصب شده چند های رفت. هر قدر به نوده های همایل درختان برابر می آمد غبار به دلش سایه می افکند. از تماشای باغ هوسش پیر شد که شستی های رویش را سوز کرد و از ارغنچک فرامد. اسیری دام شهرت پرستی به زمین راه نمی گشت. او دورتر از نانپسخانه پهلوی کتک مرغ‌ها به دریچه نیمباز خانه‌چه سگش سر زد. با اضطراب که شین گفتن صاحبش حیوان خواب‌آلود را هراسان کرد، صباحی و پسرش فرمود که از جوال تهخانه استخوان آورده به تغاره اندازد. فرزندش را کاهش کرد که در خانه سیر و پور پاسبان حولی از گوش فرآمده است. اگر سگ را خوب پرورش نکند به بازار برده می فروشدش. سیگار دود کرده غم نهانیش را کمی برآورد و به عالمی کار افتاده ها برگشت. فکر لاغر شوی سگ عذابش می داد. این بار به کرسی راحت روی دالان پشت نپرتافت. مرد تویدار از کمبزاعتی نالیده بر عوض مبلغ قوت به توانایی زبان خواهیده به جای پول بوز می آورم گفته بود که حافظ یک بار شوریده از جای خیز و دستها پس پوش بالا و پایان به قدم زنی در آمد. به خودانه چیزهای گفته به خبر تیاقی حرغه‌ای بر دیوار را برداشته بانگ زد. هی تو مرا گدا گمان کرده ای چی؟ گفتم به جای پول بوز می آورم. بوزی تو را به سرم می زنم. من کم بغل پول ندارم. او پایت را با چین کرپه دراز نمی کنی؟ دخترم سیاه بخت نشود گفته. سر باشد تا قیاف می شود. همسالانش کیها به شوهر بر آمدن.
چه بسیار مردی زن مرده. سرویناز آواز تو را خوش کرده است. من آوازی بی پول ندارم، برو. خدا به شما هنر داده است. از خواهش به نالش نگذر. ناامیدن نگردان دادر. ای بروی جان بیزار کردی گدای متهم. مرد کمبغل به مراد سعادتمندی دخترش سر در پایهای حافظ نهادنی بود که تلهش زد. کار افتاده بیفره یک پهلو خیلید و پای مجروحش درد کشید. با دشواری برخاست و چنگ و خاک لباسهایش را تکیده بر لبان دعای بعد با خیالهای سرگم از دروازه برآمد. آه اگر حافظ میدانست که آوازی شیردار و فارم روزی صاحبش را ترک میگوید و جای آن را یک صدای خیری و خفیف مشابه قدقدی ماکیان کرک میگیرد، چراغش در آب میزند، یک عمر پرهیزی مستی میکرد. خوب است آدمی زاد تا نفسهای واپس پیش آمدش را نمیداند. با تعبیری حکیم عمر خیام بازی چوار میزید و عاقبت به صندوق یدم میفتند. انتهای آن روز به چی انجامیده بود؟ همه‌اش را از خام خیالی و خدا بخبری، غرور و مستی بیجا میداند. عبث به داده های خدای متعال ناشکری ظاهر نمود. در مسیری صنعت زحمت کشید و متصل مشق کرد. جان کند و به اشعار عارفان و شاعرای پیشین صوتیات مرغوب و دلنشین بسته گلی سری ثبت محفل ها بود. به یادش هست از تاجری موفق دعوتنامه زرحلین گرفت که بخش موسیقی محفل آدمان بزرگ را ساربان خواهد شد. هنروران را از خانه هایشان رفته ماشین سوار آورد، مشورت آراست، مهمی مسئله را فهمان. تا یک ماه نواختند و سرودند. برای هم دسته هایش غذا برد. بعد چی؟ در آینه خیال می بیند که بزم آخرین را چی دستور گذرانیده، پهلویی که نشسته و چی آشامیده بود. خاطرهش ضعف گردیده است. مبادا جوانهای نو برآمد به او حسد برده ناخلف دشمنی نورزیده باشد. ناصوابی از خودش گذشته است. خود کرده را دوا نیست. واویلای پنهانی. حافظ مسرور بود که حالا او را شخص معتبر حاتم نصرت به خرسندی یگانه دخترش دعوت کرده است. وی دست راست در میان، فوکش سوی آسمان، هوایی راه می رفت. خدا خواهد زیر گنبد افلاک چنان یک بزم آسمانی برپای می سازد که عمری از یاد هوادارانش نرود. باز آدمی زاده نیکی را پاس می دارد. یکی بختش می خندد و سری تاجران از استعداد صباحی گرسیوز سرگوشی به کلان شونده ها لقمه می گوید و مکافات عالی را کامگار خواهد شد. همهش به او و دسته حافظان و رقاصه ها ربط می یابد. یکی ضرب آهنگ را ناجور سازد یا دوشیزه بیناز و استغنا برقصد و طبع نازک میهمانان آزرده گردد. حیات نبی آبش رنگ نمی گیرد. زیر موسیقی رو افزای بامدادی از خواب خیز سر و رو شست. نزد آینه برخد آمده به عکسش نظر انداخت. چهرهش را شکوفاندید. مگنیتوفون را به خط برق پیوسته ثبت آوازش را پسندید. قند زن صباحی به این آوازت، انا آواز و من آواز. خود را نشناخت او. تو از امتحان کلان شونده ها می گذری. وای بر حال بنده های شیر خام خورده. آشادی دراز را کیفی دایره زنیش بیاید، بیخبر چند پرده را می کفاند. او را آگاه باید کرد. این توی آدمی اندک مندک نیست که آب را لای کرده ماهی بگیری. ریزا بگ را بگو 100 گرم شراب که بگلو ریخت دنیا پیش چشمانش چرخ و فلک می شود. زورشا نیز از وی مو نکنده است. بیگ مرادی دمدوز بعدی پوکی شیشه را بوکشی چنان ولی نعمتی می شود که گردنی باریکش را قازوار یازانده و غیجک را در بونی گوش نهاده علم زده می نوازد ولی رفته رفته خوابش می برد. آوازه حاتم نصرت مثل قهرمان های افسانوی بین خاص عام ریشه دوانده بود. نه هر بی جرأت نامش را به زبان می گرفت. بیروزی بر روی خط سیاهش می افتاد. زندگی برایش زهر می گشت. خدمتگزاری پیش تاجر شرفمند و صاحب جلال عامل خاص داشت.
زیرا به جمع منصبداران زینه‌های بالایی و پایانی خیر و احسانش کم و بیش رسیده و همتایان هزل‌آمیز قارون عصر می‌گفتندش. با توی و خرسندی‌های شکوهمند وزیران و ملکزادگان با دستان خالی نمی‌رفت. غرور و سرمایه هنگفت نمی‌گذاشت که به راستش حریفی را ممتاز ببیند. حاتم نصرت می‌خواست که به نوگرایی اقتصادیات جهان را به لرزه بیاورد. ثروتمندان از مکتب تجربهش بیاموزند. دانشمندان با او مصلحت و مشورت بیارایند. از گوشه و کنار دنیا به زیارتش بیایند. جمله اقوام مسلمان و نصارا تحت فرمان سرمایه‌دار قرار داشته باشند. در نقطه‌های سودا یک لغ خودیان را سرپرست مانده بود که ارزش درآمد از باج و خراج را به صورت حسابی او می‌گذرانیدند. تاجر موفق زیر چنار عظیم جوسه‌ای پرشاخ و برگ شهرت به سر می‌برد. وسوسه شخص‌پرستی و جانخواهی آرامش نمی‌گذاشت. تلاش می‌ورزید که در همه دولت‌ها لایحه‌هایش را شب و روزی تبلیغ و ترویج سازند. چنان شوقمند بود که دانشگاه‌های بزرگترین دنیا را مؤسس باشد، یعنی صفات او را خرد و بزرگ به حد افراد رسانند. دلش داغ بود که در برحیاتی برایش از طلا هیکل گذارند و آدمان همه روزه پایبوسش سجده بیارند. از عالمان روانشناس دنیا سیری دراز عمری و جاودانه زیستن را پیدا کردن می‌خواست. اندک می‌ماند که نطاقان و واعظان کم خرد حوادث طبیعت از قبیل چراغک و تندر، برف و باران، آبخیزی و زمین جنبی، پیدایش رود و بحرها، کول و پریخ‌ها، پشته و کوه‌ها و ابرهای آسمان را به وی نسبت بدهند. کی بود به دم سیلاب غضبش درماندن مدیری بزه نفکشی را شنیده موی بدنش راست شد. خواه از دهان فروغ کامران حماقت می‌برآمد، گناهکارش می‌خواندیم. وی هنوز دلیل دست نارسایش را نگفته طی طوفان سیاست نابهنگام لال و کرخ می‌ماند. آخر اشیای نبوده را از کجا پیدا می‌کرد؟ پیش چشمان قارون ثانی روغن گرفته شنیدن حرف زیاد را خوش نداشت که به اندیشه مکالمه می‌آراید. الو کی؟ ها؟ دیرکتور بازی نفترسانم. رئیس اسوسیاسیون صاحبکاران جهان گپ می‌زند. اکا چی خدمت بکنم؟ حاضر 4 نفر به پیشت میآیند، به شهر مسکو میروند. بدانهایشون از بنزین لبالب پر میکنی، فهمیدی؟ رئیس جان اینقدر سوزشواری نداریم. چی؟ نداری تولد بکن. نباشد وقت دید. تو میفهمی با کی گپ میزنی؟ سخنگویی نمیماند مصاحبهش رو رئیس. آداب معاشرت را یاد گیر. میبخشید شما رو نشناختم. بی تربیه، ابله. جار میزند حاتم نصرت. از وظیفه گمت میکنم. قصه کوتاه ماموران دستور گرفتند که فعالیت کارگاه نفتکشی را به تفصیل تفتیش نمایند. با سرور اضافه نویس پرونده جنایی باز نموده پشت پنجره بردندش. بعدی با آزادی برآمدن مدتی سوداگر، استای کوندود و پاسبان اداره های مأموری می شود، ولی ارباب او را به هر باب می زند. از جای کار آخرین هم راندن فروخ را. دستش به زمین و سمان نرسیده به گفتی از نان خوردن ماند. این جوز طبیعت به سر بسیاری ها بدین منوال منخار ترس خلانیده به خانمانشان کرده بود. سباهای گرسیوز در شمار حقه‌بازانی است که مردان دولتمند و سرمایه‌دار را تگ چشم کرده در ضرورت استفاده اشان میبرد. او در پهنای زندگی بیل را بر رویش آب دوانده چاپلوسانه پرگار میکشد. آن چنان رفتار میکند که هم لعل به دست آید و هم یار نرنجد. حافظ نه شب آرام داشت و نه روز. تا فرارسی محفل پرشکوه وقتی کم مانده است. خدای بزرگ براستش تقدیر جنبان فرستاد که در سایه دولت او حضور جان می‌بیند. فرصت جلوه مهارت و استعدادش فرا رسیده است. از خزینه دوستان و
قدرمندان کهنسال بهترین اسباب انجام موسیقی ملی را فراهم ساخت که برنامه تازه روی کار بیاورد. جوهر هنر در مشق تولید می‌یابد. چاره‌بینی یا آزمون علکی است در تربیت استعداد. اعضای دسته تا یک حصه شب تمرین و تکمیل برنامه دلانگیز ترنه‌ها را پرشور زینه به زینه پایان می‌بردند. صباحی گرسوز از نام تاجر دستگشاد به هنرمندان بنا از وعده ساخته بود که از خوشنودی روی خانه‌هایشان را فراموش کرده صحنه را خواب می‌دیدند. با عنوان برای پرستاری کودکان نوزادشان مامادایا گرفته بودند با امیدی که از همت رایگان ناکام نباشند. از نگاه تخیل سرخط برنامه با فلک دشتی خیال حاضران را سر و کو برزن می کشید. لاله‌زار و میسه ها به چشم ها نور بخشیده دلها را به وجد می آوردند. پریوشان کشاده چیر با پیراهن حریری سفید زیر زمزمه غیجک خیرامان به رقص آمده ظریفان مثلگو اندیشه‌وری اختیار می کنند. صوفیان پاک در حلقه کلام زیسته، شاعران سفید جامه به سر دستار و بالای دستان کتاب غزلخوان به دوره می آیند. موسفیدان در بغل وادی گلپوش به درگاه او ذات پاک شکر می گویند که به بهاری نو رسیدند. می گویی اینجا مجلس سخنوران فرهیخته با شادی و طرب می گذرد. در آغوش حسن‌آباد واقعی پیر و برنا به دور میدان می چرخند و می بالند. منظره دلکش و فریبا آرزو و آمال طراحان و نقاشان نامور بودی. حسرت می خوردند که چرا تصویر این اندیشه سره را تا کنون از یاد ربوده با ژرفای نازک چادر خیال روی متا بالای صفحه یا کرتان تازه نریختند. بزم کی می گذرد؟ از مشق‌های پیاپی به تنگ آمده پرسید پریوش رقاصه مویهای میده بافته‌اش را پیشی بر پرتافته. برای شماها صبح می گذرد یا شام فرقش چی؟ ترنه ها را زیلی ببازید که بیننده ها مفتون شوند. ای دختر خوشرو بالا یک تنگه بازی کن. انگشتانش را قرص زنان حافظ. ها این تاکید به همه اتان دخل دارد. جزئی ترین خطا کمینه را از پیشروی باز می دارد. از موی سر زیاد توی رفته ایم نخود نفهمیم. از دایره صدا خیزانده گفت شادی دراز. ها به حد می فهمیده کنایه از سبای گرسوز بینی کشیده. از دست تو دایره نو نمانده است. نیمروزی حافظ نیت کرد که رفته از مغازه همشفت باغ مرکزی 7-8 نان گرمی کنجتی 2 کیلو حسیب روغندار قند و قرص و مغز و مویز خریده آورده همجایه میخورند و به مشق نهایی برنامه میپردازند. وی خیال خود را همنشینی اشراف زدگان دیده راهگردیش تغییر خورد. بعد خستگی های افزون لحظه آرامش میخواست. به دماغش بوی پلو رسیده سر زد به طرف خانه. جزودانش را پهلوی میز گذاشت و به پیش خدمت سیخ کباب گوسفندی گزک و قدح می فرمود. او با اشتیاق تناول داشت که رهگذار از کجای یک دوستش آمد. چقچق آشناها تفسیده انواع خوریش و مشروبات به کیفیتشان سازگار افتاد که از خود و از دنیا فراموش کردند. حافظ صلای انالحق میزد که دوستش میگفت ای فلک سرای آوازه دار، ها چی مطلب داری؟ با توی حاتم نصرت رهکیم. خالصاً لیلا میروی یا با 3000 برگ سبز دلکشالم. عمری از مال دنیا سیری نداری. ثروت آدم را بالاگذر میکند. الحق جان گپ را گفتی. هر آدم صاحب استعداد است. چرا با دل یکدیگر سوزن میخلیم؟ ذاتاً مرکب سرشته شده ایم. در اصلاح فعل بد چی تدبیری؟ تعلیم و تربیه این زخم را مرهم است. میدان هنر تو را انتظار است. میروم و بعض میآرایم.
صباحی گرسوز از شرابخانه بیرون میرفت که پیش خدمت آوازش داد: حافظا، امانت خود را فراموش کردی. وی پس گشته جزودانش را گرفت و یک پل قدم کند. یار آشناها سلامش داده می رفتند. بیخبر بود که ظرفی روی گشاده قیماق داخل سمکه کهنه و سراغدارش پرو شده رها خطی سفید می کشید. گویا تا سری ننوشد آوازش تعب دل نمی براید، گوارا بزم نمی آراید. دلیلش این بود که فلانی شاعر معروف مردنک می نوشید و شعرهای بلند مضمون می نوشت. شرکت ورزیدن در محفل‌های خادمان شناخته جمعیتی، به دنبال ماشین‌های رنگشان یلقاسی و دورشان گلپوشی از دره خوشمنظره نیلاب گذران به کم هنرمندان میسر میگشت. صاحبکاران آوازدار معرکه هایشان را در این موضع گلبسر میگذرانیدند. شتاب حافظ از آن بود که پیت مناسب را از دست نگذارد. شاید به دوران هنرمندی چنین روزی مبارک و دیگر دچار نآید. برحق آزمایش خاصه منتظرش بود. انوار خورشید سرسری قله‌های تیغدار عکس زرندودی می‌بست. نسیمک آمیخته گل و گیاهای ادیر به سر و روی آیندگان و رمندگان فارم رسیده، پشته و برمال و تپه‌های نچندان بلندی کمر آسیاب پراپوری جوانان بودند. حتی پیرزن‌ها بهر تماشای توی عروسی دختری تاجری ثروتمند برآمده ایده پای پیاده جانب کوه دامن می رفتند. بعضم جا را بهر فراغت آزاده و دلکش آراسته بودند. اگر از خلا نگاه براندازی خیالت شب را در همین میدان به پایان می رساند. کلچه شرمال آسمان، پایینتر همشفت کوها رودی پرخروش نیلاب جریان دارد. طی فاصله ای که گل دختران سفید پوش مهین به زمین فرود می آیند، انگار از جای آسمان صدای تندر و شمشمی باران شنیده می شود. سیر ترنه های مسافر در مغز انسان ها همبستگی و دوستانه زیستن را القاگرند. عجبا کسی نپرسید که رنگ روی حافظ نامدار چرا صبح سرخ است. عاقبت به جای دنبوره و قالب خلطه رباب را انداخت که نگنجید. با شست سر زد. متای کونه مخملین دری شادی دایرچی از جنب و جل باز مانده با استهزا و خنده‌سار گفت: هی ببینید قالب خلطه را کفانده. دختران مشتاق شوخی خندیدند. خیر شد، خودت گل میچینی، سر نبرداشته گفت حافظ نامدار. به هر حال ما رباب را از دنبوره فرق میکنیم. آتش غضب او را افروخت. شادی و سوی دخترها چشمک زد. ها راست میگویی دروغگو. از جای خیستنی شد که سرش چرخید. با تکیه رباب ایستاد صباحی گرسوز. 100 سال بخوانی هم مثل عکایت نامدار نمیشوی. از دستی تو دایره نو نمانده است. محترم صباحی، ترنه ها را به رقص اروپایی عوض بکنیم چی؟ با کرشمه و ناز پرسید پریوش. کوهستانی رقص اروپایی را از کجا میفهمد بهوش؟ شراب ما میخوریم تو مست میشوی. بدقهر گفت حافظ به رقاصه تیز رو. گپی پریوش راست، همیشه یک رنگ میرقصیم. ترنه ها دوگانه اشان را دستگیری کردن رقاصه ها. به دلمون زد کاش ما را به خود میبردن ترنه ها. با شما ها چی فرق دارد؟ ترنه ها را میرقصید یا باشه ها را؟ پول به دست آورید، پول. چشمانش را علا پیسه از کیسه بنچه پول را به کیبر نمایش داد حافظ. معنی زندگی پول است، پول. آدمی بی پول و بی وظیفه را کسی روی خوش نمیدید. انا من به بنده محتاج نمیشم. کاردم همیشه بالای روغن است. بخواهم چرخبال شخصی میخرم. افسوس. چی افسوس میخوری؟ یکی سمت پرواز را گم نکنم. از تغییر خط پرواز چی بای میدی؟ بیهوده قربان میشوم. شهیدی راه حق بودن ثواب است. این گپ را با کسی دیگر بگو. چرا تو قبولش نداری؟ تفلکانم به پرستار میمونم. ساعتی نزع جان چیکار میکنی؟ خدایا زیستن میخواهم، زیستن. نگاه صباحی گرسوز به هم دسته هایش کوک شد. مشاقان و آوازخوان ها باری نخست جدی میدیدندش. او میگفت زندگی صحنه است که نقش میبازیم و از آن بیرون میشویم. پول نداشته باشی
به تالار نمایش راحت نمیدهند یا بی‌درایی هم از خاطر فراموشت میکنند. وی از آواز جرانگازیش میندار است. خوله ایجاد را فتح باید کرد. این آواز عنوانها را بردار می آورد. عزت و اکرامش ده کرته می افزود. انا همین خیل عزیزان دل. گفتار صباحی گرسیوز برای دسته حافظان غیرعادی بود. حتی شادی به تکلف از بوم بکبوم زدنش ماند. پریوش از پیشنهادش خجالت کشید. می گفتی حافظ شمع است و رقاصه ها پروانه های اطرافیان. چشمان خمار حافظ مرغک می رفتند. آدمان را خیره خیره می دید. ماشینی دورا دورش زینت یافته برای بردن هنرمندان آمد. حافظان و رقاصه ها با کرسی های ملایمی پشمانکدار وزن پرتافته از پس کاروان نقلیات روانه شدند. بالای فایتونی پرنقش و نگاری دستکهایش به پشتی سمند بادپای سفید خمیده شه و عروس بر می نشستند. در صف پیش حاتم نصرت، خانمی او مهوش و پیوندان نزدیکش سوار ماشین‌های سبکروی لیموزین نگاه مالامال از شادی و فرحشان سرسر قله‌های کوسار کوچیده به پیش حرکت داشتند. پهلوی ماشین‌های نوار بسته محافظان می رفتند. مردم شهر این روز مبارک را انتظار می کشید. همتایان حاتم نصرت از دور دست افشان به میر تواضع داشتند. در نظر این دولتمند آدمان یکسره صورت نمودارند. با صورتها چه گپ میزنی؟ سر و لباسی زوجه تاجر با دستان طراحان خارجی مخصوص دوزانده شده است. دستپانه و گوشواره و انگشترین های طلایی او چشم ربایند. گل عروسان به سیر و زر هوس داشتند. زوجه تاجر ابروان سرمالودش را با کرشمه برهم کشیده بود. یک عالمی پر اسرارند این زنها. لیموزین ها همسان آهوان سرخیل رمنده مست به میدان گلبسر نزدیک آمدند. غلاغله نشاط بخش به فضا دکه زد. سیله چکمپوشان استقبالگیر هر دو کنار راه را بسته راننده ها سرعت حرکت را سوس کردند. صاحبان توی با اصرار دختران از لب نان نقشین بریده به دهان انداختند. از یک ایمای ابروی حاتم نصرت به سر گل دختران پول بارید. کودکان بیقرار خود را به صف زده خیلی پول چیدند. ماشین ها هم پهلوی فایتون گرداگرد میدان مساحتش بزرگ آهسته آهسته دور خورده نزد تخت پیراهنش زرین کوب قرار گرفتند. نخست عروس و داماد پایین شده دیرتر تاجری سرادمند با زوجهش به زمین فرو آمدند و به تماشاگران سرشمار سری تعظیم آوردند. پیشخدمت‌های درجه‌دار چهره خندان ایشان را به جایگاهی از همه بالا راهنما شده متاع نفیس را از روی نوش و نعمت وافری بالای میزهای قطار باز کردند. بزم خسروانی حسن آغاز گرفت. همدیاران مهربان، امروز در ساحل صفابخش نیلاب توی برپاست. صدای با حرارت راوی همگان را به خود آورد. یک نفس به آسمان بنگرید. آفتاب هم خندان است. عاشقانی از این رود صاف و زلال آب خورده به زندگی مستقل پرانچک می شوند. عروسی صاحب جمال خوشتاله، دختری یکه و یگانه شخصی عزیز و معتبر تاجری آبادگر حاتم نصرت به جوانی دل باخته است که او را از جان دوست می دارد. داماد و عروس به همدیگر پیر شوند، در عالم عشق خود جانگیر شوند. موج کفکوبی ها از چهار طرف تنین انداخت. راوی از رعیت پروری، یتیم نوازی، محبت و صداقتمندی، آدمگری و وطنداری، حاتمی و دستی سخا داشتنی تویدار نصرتمند و سرپرستیش به یک زمره تاجران صاحبان شرکت ها و دکان های خصوصی حمد و ثنا خوانده برنامه های سودمند و اقدام بشردوستانه اش را مخصوص ذکر کرد. تعریف به کی نمی‌فورد؟
حاتم نصرت مینه‌دار به زنش چشمک زد. خویشان عروس و داماد به نوخانه‌داران تنصیتی و خاطر جمعی بختی سفید و نیایشی سبز تمنا می‌کردند. نوشبادگویان بعدی از خدمت‌های تاجری ثروتمند دیار در غنی‌گردانی اقتصاد، بنیاد ساختمان بناهای بسیار آشانه، انشاءات معموری، یارمندیش به اهل ضیاع، خادمان علم و فرهنگ و مانند این یاد کرده صفاتش را با آسمان هفتم برآورده از او آدم خدا می ساختند. حاضران سری هر ستایش از جای برخاسته برابر چکچک می زدند و براو می گفتند. حاتم نصرت از این مرحمت عالی بالیده و نگاه سردش را بر روی آمدوخته یک جهان حلاوت می برداشت. یاری ادافهمش روی مولکی را از همیان جلادارش برآورده عرقی دمیده پیشانی او روی وی را مهین مهین پاک می کرد. صدای راوی غلاغله برخاسته را برهم زد. بیاید به خاطر عشق بیزوال شکرانه و دوست محمد قدح‌های شربت را نوش جان کنیم. اهل نشست به صاحبان محفل پیروی کردند. بالای میزها جز شیر مرغ و تخم عنقا، پراپوری میوجات خشک و سبز، قندلات و شیرواری، گوشت کباب و کبک و بودنه، ران آبجوشان قسم قسم بریده برچه و گوسفند، افشوره های خوشمزه شفتالو و انار و آبهای هر خیله نوشاکی بود. حافظ معطل اشاره به جای شربت رنگش جگری قده می ارمنی را به گلو ریخت. همنشینی با ظرافت هنرپیشه گاه نغمه اصول گاه خدای رسول گفته توصیف او را به عرش اعلی برداشته گفت: صباحی گرسیوز در جاده سند اختری تابان است. فلکیات این خونیاگر خوشدا دل سامعان را آب کرده و به جانها حضور بخشیده است. اگر این تشبیه جایز باشد، هم آواز او از یک روزنه بهشت، صدای کبک دری می آید کس را بالای دشت و دمن، لبلبی رود و چشمه های جوشتن و صحن شرشره ها می برد. به استقبالش کف می زنیم. صفاتش را شنیده صبای گرسیوز اندکی هوشیار شد. لبانی گزکالودش را لیسیده سرش را لرزان که چشمانش روشنک زد. عجیب که آدمان را پیشارو می دید و نمی شناخت. کی و چی کاره بودنشان را هم نمی دانید. فضا پیش دیدگانش موج در موج می زد. با تصورش آسمان بیکران تیرگونی بارانی بود. او جانب مطربان و رقاصه ها انگوش بالا کرد. آماده باشید. جورسازی دنبوره بهانه وقت گذارم که هوشی سرش بجا بیاید. خدایا پیش دوست و دشمن شرمسارش نگردان. پوشی دست و ران پایش را پوچید که بی غیرت عقلش را گم نکند. اطمینان حاصل کرد و در جایش سازتر شیشته فلکی خوان: هی جامی که زباده لبت نوش کنم، بگشاده بغل تو را در آغوش کنم، هر لحظه با تو ز شادی دیدارت، غمهای گذشته را فراموش کنم. صداهای تحسین آمیز مردم در بزمجا غلغله افکن. سالمندان بین خودی و تعریف حافظ پرداخته خوشحالی داشتند. بانوان با سری لباس فاخره زوجه حاتم نصرت با هوس نگریسته پیچیر می کردند. دوشیزگان نوخط در سمای عروس و داماد عزیزان خیالی خود را پیش رو داشته خدمتگاران آماده فرمان می ایستادند. حافظ برابری هر ضرب پا گفته به فخر می سرود: گل به باغ من به باغی نظری، سخته کباب من کباب دیگری. هی من رویت را بینم و نوروز کنم، شب را به سری سنگ سیاه روز کنم. شب کو به سری سنگ سیاه روز نشد، جانگم فدا یاری دلسوز کنم. در هوای آهنگ شوخ رقاصه های سفید پوش آستین ها پرپر زنان از بلندی گرد و وناهی آن شکوفه‌زار به زمین فرآمدند. صباحی گرسیوز گاه دوتارش را بالای قفس سینه فشرده گهی به ته منهش برده آوازش را می لرزاند. فهمید که رفته رفته دلش سوز شده ایستاده. سودابه، پریوش
مستانه و خرامان به دنبال دوگانه هایشان گردش خورده در بزمگاه نقش ترنه های بالافشان را می بازیدند. عبدالخالق مجماروق بر اثر اکردیان نوازی چابکانه در جایش تاب می خورد. می گفتی بند میانش می کند. غایه تولید ترنه های مسافر از تخیل حافظ رویده بود که رمزی زیبایی داشت. عظمت نقاش یزل رنگارنگ ظهور می کند. آوه این ساعت از شانه کوههای بلند تیغدار مقابل سله ترنه ها نمودار شدند. ترنه های پروازی در سمای نیلی خال خال را می ماندند. بهاران در هوای تازه و بیغبار و غرق نکهت یاسمین و ریاحین پیام نوروزی می آوردند. خط حرکت ترنه ها پیچ و خمدار و گاه نیم دایره صورت بسته گویا سیله شیرماهیان در بحر بیکران نیلگون دمادمی همدیگر عجب رقصان می رفتند. آدمان می گویی از رویا بیدار شده باشند، از آسمان چشم نکنده حکمت می برداشتند. در این روزی سعید مگر سیله ترنه ها را به توی خبر کردند. هر سال با آغاز بهار نازنین این پرنده های زیبا سیله سیله به مکان های گرم کوچ می بندند. ترنه ها برای ما انسان ها پیک بهار می آورند. این دو منظره اعتبار همگان را سوی عرش و فرش کشیده بود. یا ترنه های زمینی به همجنسان خود آوا دادند که پرواز بیایند. نورسان شوخ و بیقرار از بازی بازمانده و دستان سوی هوا برداشته به ایز می دویدند و وجدآمیز فریاد می زدند. انا ترنه ها می آیند، ترنه ها، ترنه ها، به زمین فراید ای ترنه ها، ما را هم ببرید، ما را هم ببرید، ترنه های مسافر. حاتم نصرت گاه به گوشتی آهو و گاه به لعلی میوجات بالای میز دست برده حریصانه میخورد و نوشخند میزد. خواه زنش به طرف او روی میگردان میگفتیم از شوخی هم جایه میخندند. کم در کمی قدرمندان او را در این احوال دیده بودند. مضمون خنده های بجایش را کسی نمیفهمید. از دهانش بوی نافارم گیاهی ادیر مانند به مواد مخدر می آمد. به گونه این نوع علف را پزشکان روانشناس در شکل دارو برای بیماران مخصوص توصیه می دادند. وی آواره خوریش نفهمید که کلاه سرش کی افتاده است. اگر زنش او را تنگی نمیزد از سر لیسش بی خبر میماند و کفترک به سر کیفتی عروس نشسته هم نمیپرید. به نام خدا قسم به درکی پرواز ترنه های آسمانی صاف نرسید. برنامه حافظ سرخوش ضرب و مضمونش را دیگر کرد. می گلگون داخل شیشه ها به مغز استخوان دوستدارش کارگر به طرف میزی کنجی می رفت و به نیت شکستن تشنگی پیاله پیاله آب شفاف مدنی به گلو می ریخت. این فرصت پرواز ترنه آن سو آواز بلبلش نمی فارید. پسانتر به اعلان راوی با دشواری روی پا شد و دنبره را تاری سر برداشته به میانه میدان آمد. اسباب را به پهلویش گذاشته دایره را از دست شادی به زورکی کشیده گرفت و در میانه پایهایش داشته تپ تپ زده خواند: زلف سیاه زاغت مادر نبیند داغت، مادر بینه نبیند عاشق نبینه داغت. پیر و برنا قهقه زنان خندیدند. نداهای اعتراض و آمیخته شاد باش بلند گردید. کودکان با چشمان هوسخواه به سیر ترنه های مسافر مراق داشتند. حافظ ناخوش بیفره از گوشه رقاصه ها را پی هم به میدان میخواند. صبحانه، پریوش، مستانه و خرامان از آهنگ برقص ناچسبان بونیگوشی نارضایی اظهار میکردند. بیگ مراد میدان را خالی دیده گاهی از باغ میخواند و گاه از راه. فاصله گذشته صباحی گرسیوز کلا و کلا دوباره به میانه میدان آمد. اگر از دو طرفش زورشا و شادی به یاری نمیشتابیدند عجب نید در نصف راه میافتید. حافظ را تیف کشالک روی کرسی نشاندند، بلندگویک را پیش دهانش آوردند. گمان داشتند که سرود قدیمی لولک لولک خاکی یا پاره ها از اپاسی گروغلی را زمزمه میکنند. خدایا گاهی جورسازی دنبوره سری حافظ
یک نیمه بار گرفته قریب غنبش می برد که شادی دایرچی گوشش را گیزله تافت. او 3-4 کرد سلفیده نفسی وزنین کشید. همگی یک بار از تحت دل هی گفته حقت زد و تمام. پس آن جسم فحولش پیشارو غلطیده خوبه بلنگویه به دهانش درمان. ازدهام شور برانگیخت. برخی کف میزد. طایفه رو دهان تا بیخ گوش میدرید. صباحی گرسیوز هر قدر زور میزد بی نتیجه. دهانش از بلنگویه رها نمیخورد. خرد و کلان از شوق بی انتها بالیده و دستها به زانوان زده شکم سیری میخندیدند. بعد حافظ را چند کسه برداشته از میدان بردند. ای بچه، این حافظ یگان کسل پسل داشت؟ پرسید مستفید ساده از هم پهلویش. ها، بیماری دلزنک داشت. کنایه زد همصحبت پیرمرد که مشتاق شنیدن گروغلی غمگین میتابید. ما با حافظ پدر آشناییم. خدا رحمتی اوستای گلدستی بود. حیف صغیره آبرویش را به زمین زد. بابای رحمتیش هم آوازی خوب داشت، لیکن بد اخلاق و بی‌راه بود. به مسئله روشنی انداخت وکیل نیلابی ها. در یک معرکه بزکشی اسبش پیشپا خورد و سرازیر افتاده گردنش جا به جا شکست. جوان مرد. یادش بخیر. نیلابی ها به خانه هایشان حکایتی مرغوب آوردند. آوازه گروغلی خانی صباحی گرسیوز پیش از او به خانه اش رسید. بامداد حافظ خود را روی حولی وسیع جولیده چنگ و خاک دیده خواصش پریشید که تیرش خاک خورده است. میخواست مثل پیشینه آواز برآورد، نمیتوانید. با او چی شده باشد؟ خدایا، آواز خودش را نشناخت. یک صدای خیری خفیف و ضعیفه که بیمار نمای ترسید. مگر آواز در گلویش سنگ بسته است؟ مثل آن که سیمی برقش کنده باشد. وجودش را لرزه فراگیر وحشتش بالا گرفت. هرچند زور زد کلمات از دهانش نبرآمد. هی دریغ! شاه سواری کاروان هنر در نیمرای سفر از رفتار ماند. حافظ از تقدیر بدش می نالید و روی به خاک می مالید. از خدای عزوجل لگ لگ آموزش می خواست که یک بار دیگر آوازش را بازپس گرداند. عمری به عملهای زشت و سفله دست نمی زند. از غرور و تکبری، کینه‌توزی و سخنچینی، بخل و حسود، سیاه‌دلی و رذیلی پرهیزگار می گردد. می ترسید برخیزد و سوی خانه برود و فرزندانش را از اندوی سر آمده آگاه سازد. تحمل آن به زوجه بین هم گرفتاری درد دلش گران می افتاد. از آن شینگه جرنگاسی که به انجمنها خیالش در و دیوار، میز و کرسی و تالارها می لرزید نشانی نمانده است. زیر بار گران یأس و ناامیدی با دیدگانی پرش به آواز می گفت: ای نیلابه ها، من صباحی گرسیوز برایتون از گردون کجدار و مریض غنیمت فلکیات می خواندم. مرا روحی مبارک پیری هنرم بی صدا زد. از این به بعد آوازم را ترنه ها با خود بردن به جاودانه. بابای عبدالفتاح که پایینتری مالخانه برای سرنخستن حیوانهای بیگانه با کلک‌های از داخل زهبور درویده‌اش هنرمندانه شیق می‌بست، مدعای پسرش را فهمیده کراهتبار خندید. حافظ پس پستک و غم‌آلوده می‌گریست. پدر حکیمانه می‌گفت: زندگی گلباغ را می‌ماند که به صد رنگ خیال می‌دزدد. بر روزگار ما حسودان کم نیستند، لیکن مرد صاف دل و بی‌کینه می شود. از رشک و گمان بد کس به جای نمی رسد. مرد از خدا می بیند و نامرد از بنده. حافظ تمام داراییش را صرف نموده و بیشمار شهرهای خارج مملکت سفر کرده و در شفاخانه‌های با نفوذترین حنجره‌اش را دوا کردن می‌خواست. تلاش و
تکاپوهایش چون نوشداروی بعد مرگ و سهراب یل را میمانیست. اسرار ازل را نیز تنها خالق جبار میدانیست. آواز او دیگر به اصل قدیم برنگشت که برنگشت. шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо ҳикояҳоро аз эҷодиёти нависандаи навҷӯю боистеъдод Сипеҳр Абу Абдуллоҳи Ҳасанзод дар қироати устоди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон профессор Умар Сафар шунидед. Коргардон Парвиз Воҳидов. Анҷоми гуфтори адабӣ. шоду муваффақ бошед.